در این ویدیو ما میخوایم به این موضوع بپردازم که آیا ما وارد بازار خرسی شدیم و یا اینکه بازار سعودی بیت کوین هنوز جریان دارد. و این موضوع به این خاطر مهم است که بسیاری ها اگر ندانند که ما وارد بازار خرسی شدیم یا نه میتونه که پولای زیاد را از دست بدن. حالا ما میخوایم که بسیار واضح برای شما مشخص بسازم که آیا ما وارد بازار خرسی شدیم یا نه. به صورت تاریخی از زمانی که بیت کوین به وجود آمده همیشه یک دوره یا سایکل 4 ساله را سپری میکنه و بعد از ای که این دوره 4 ساله را سپری میکنه وارد بازار خرسی میشه. یعنی ای که 3 سال بازار سعودی و بعد 1 سال بازار خرسی را تجربه میکنه. به گونه مثال آخرین بازار سعودی را که ما داشتیم از سال 2023 شروع و تا ختم سال 2025 جریان داشته، یعنی تقریبا تا حالا. و در مورد بحث خواهد کردیم که آیا وارد بازار خرسی شدیم یا نه. یکی از اندیکاتورهایی که همیشه جالب بوده و مشخص ساخته که ما چی زمان وارد بازار سعودی میشیم و چی زمان وارد بازار خرسی میشیم، در حقیقت این خط سبز است که در اصطلاح انگلیسی این خط سبز را به اسم 50 week moving average یاد میکنن. یعنی که عملکرد بیت کوین در 50 هفته گذشته چگونه بوده. و اگر شما در اینجا ببینید همیشه این خط سبز در حقیقت یک خط بوده که به عنوان نقطه حمایتی بر بیت کوین در جریان 3 سال گذشته که بازار سعودی جریان داشته عمل کرده. مثلا هر زمانی که بیت کوین نزدیک به این خط سبز شده از اینجا دوباره بالا رفته، به این ترتیب پایین آمده و دوباره زمانی که به این خط برخورد کرده از اینجا پس دوباره بالا رفته و آخرین بار که به این خط نزدیک شده هم دوباره بالا رفته. اما هر زمانی که این خط سبز در تایم فریم هفته‌وار شکستانده شده و بیت کوین قیمت پایین تر از این خط سبز بسته کرده، نشانه اولیه از این بوده که ما وارد بازار خرسی شدیم. به گونه مثال در دوره قبلی بیت کوین در دسامبر سال 2021 زمانی که بیت کوین یک کندل هفته‌وار پایین تر از این خط سبز که 50 week moving average هست بسته کرده، ما وارد بازار خرسی 1 ساله شدیم و بر مدت 1 سال بیت کوین همواره پایین رفته و نتونسته یک سطح قیمتی بالاتر از اینجا بسته بکنه. به همین ترتیب اگر دوره سایکل قبل از این، یعنی در سال 2018 زمانی که ما وارد بازار خرسی شدیم را هم یک نگاه داشته باشیم، عین موضوع است که وقتی ما کندل پایین تر از این خط سبز داشتیم بیت کوین وارد بازار خرسی شده و تا اینکه ما وارد بازار سعودی بعدی نشدیم بیت کوین نتونسته که این خط بالایی را دوباره به این میزان بالا بره. و به این ترتیب اگر در سال 2014 زمانی که بیت کوین وارد بازار خرسی شد هم نگاه بکنیم، عین موضوع هست که هر وقتی که بیت کوین در تایم فریم هفته‌وار پایین تر از این خط سبز که 50 week moving average هست بسته کرده، ما وارد بازار خرسی شدیم. حالا
ببینیم که فعلا وضعیت بیت کوین چگونه هست. همونطور که معلوم میشه در اینجا ما نه تنها که یک کندل هفته‌وار پایین تر از سطح قیمتی این خط سبز بسته کردیم، بلکه حالا دو کندل هفته‌وار پایین تر از این خط سبز بسته کردیم که در حقیقت یک تاییدی است به این که ما وارد بازار خرسی شدیم. ما میدونم که بسیاری از اینفلوئنسرها و بسیاری از کسانی که در مورد بیت کوین تحلیل میکنن هنوز هم باور دارن و به این فکر هستن که ما در بازار سعودی قرار داریم، ولی به صورت تاریخی وقتی نگاه داشته باشیم هم از لحاظ اینکه در آخرین سال دوره 4 ساله بیت کوین قرار داریم و بیت کوین به صورت طبیعی بعد از سپری کردن 3 سال دوره سعودی و در Q4 یعنی کوارتر چهارم آخرین سال از سایکلش وارد بازار خرسی میشه. ما دقیقا در همین دوره زمانی قرار داریم و نکته دیگه این که بیت کوین دو کندل هفته‌وار پایین تر است این خط سبز که عملکرد بیت کوین در 50 هفته گذشته را نشان میده بسته کردیم که همه دال بر این است که ما وارد بازار خرسی شدیم. و یکی از دلایل دیگری که من فکر میکنم ما وارد بازار خرسی بیت کوین شدیم این است که یکی از ایندیکاتورها که به اصطلاح انگلیسی دد کراس میگه، دد کراس عملکرد بیت کوین در دوره 50 روز و 200 روز نشان میده و هر زمانی که این خط آبی با این خط گلابی تماس داشته باشه، بیت کوین یک عملکرد یا به طرف بالا یا به طرف پایین می داشته باشه. اگر در بازار سعودی باشیم همیشه این برخورد این دو خط باعث این میشه که بیت کوین سقف پایینی خود را میبینه و بعد ادامه میده به بالا رفتن. به گونه مثال ما در اینجا اولین برخورد داشتیم، بعد بیت کوین دوباره بالا رفته، به این ترتیب اینجا داشتیم دوباره بالا رفته، اینجا یک برخورد داشته پس دوباره بالا رفته. اما هر زمانی که بیت کوین این دو خط با هم برخورد می داشته باشن، اما بیت کوین به عوض این که بالا بره پایین میره، در حقیقت این هم یکی از نشانه‌هایی است که ما وارد بازار خرسی شدیم. به گونه مثال در سال 2021 هم چنین اتفاق افتاد. ما برخورد میان این دو خط داشتیم که باعث ای شد که بیت کوین وارد بازار خرسی شود. و دلایل دیگری هم وجود داره که نشان میده ما وارد بازار خرسی بیت کوین شدیم و من فکر میکنم که در همینجا باید بسنده بکنیم، به خاطر از اینکه ویدیو بسیار طولانی و خسته کننده خواهد شد. و در ویدیوی بعدی من میخوایم تشریح بکنم که در تایم فریم کوچک بیت کوین حالا که از سطح قیمتی 80,000 تا حالا در محدوده $89,000 بالا رفته، این روند تا کجا ادامه پیدا میکنه و تا کجا را ادامه پیدا خواهد کرد و از کجا دوباره ریجکت خواهد شد. و منتظر ویدیو بعدی باشین. اگر این ویدیو که اولین ویدیو هست برای شما جالب و معلوماتی بود، لطفاً لایک کنین، سابسکرایب کنین چنل را و منتظر ویدیو بعدی باشین. تشکر.